سلام، به ویدیو من خوش اومدین. این اولین ویدیوی من به زبان فارسیه. من فرباد شریفی ام. شغلم در اصل آموزش بیزینس و مارکتینگه، ولی در سوشال مدیا، در یوتیوب هم راجع به تکنولوژی، هم موضوعات جدید در تکنولوژی، به دلیل اینکه در چین زندگی میکنم، هم تلفن ها، اسمارت فون ها، هر چیز جدیدی که در دنیا وجود داره، قبل از اینکه نسخه گلوبال یا جهانش معرفی بشه، من راجع بهشون توضیح میدم و در حال حاضر ویدیوهای تکنولوژی ضبط میکنم به زبون انگلیسی، به زبون ترکی آذربایجانی. تصمیم گرفتم به زبون فارسی هم بگیرم اینجور ویدیوها رو و این اولین ویدیوم. امیدوارم که برای شما هم جالب باشه، حمایت کنین و من بتونم به زبون فارسی همین ویدیوها رو بگیرم. امروز یه آنباکسینگ داریم راجع به میکروفون جدیدم. چرا دوست داشتم اینو به زبون فارسی هم بگیرم؟ چون میدونم که شما تو ایران خیلی 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 علاقه دارین به پادکست، به ویدیوهای اینجوری، دوست دارین که خودتون هم ویدیو بگیرین. یعنی پادکست تو ایران خیلی مشهورتر از جاهای دیگه است. گفتم شاید این ویدیو به دردتون بخوره. اول از همه بگم، من اول از این رودهای پرو استفاده میکردم که خیلی هم گرونه، ولی متاسفانه کیفیتش خیلی افتضاحه. یعنی برای من اصلا قابل قبول نبود کیفیت رود، فقط اسمش قشنگه. برای همین تصمیم گرفتم که برای ویدیوهام میکروفونی بگیرم که میکروفون پادکست باشه و در عین حال نمیخواستم که یه میکروفون پادکستی بگیرم که کار کردن باهاش خیلی سخت باشه، چون معمولا این میکروفون های پادکست، اگه نمیدونین، نیاز به کارت صدا دارن. متصل میشن به یه کارت صدایی که خود اون دکمه هایی برای تنظیم صدا داره و اون بعد از کارت صدا خودش متصل میشه به کامپیوتر و شما باید توی کامپیوترتون صدا رو تنظیم کنین. یعنی شما ویدیوتون رو تو 2 مرحله میگیرین، یه بار تصویری، یه بار صوتی، همزمان میگیرین، ولی یعنی یک پارچه نیست. شما باید بعدش اینو توی کامپیوتر لیپسینگ کنین، یعنی درستش کنین، صدا رو روی تصویر بزنین. یکم سخته، یه اطلاعاتی هم از صدا میخواد که من بلد نیستم. برای همین نمیخواستم که انقدر شلوغش کنم و خیلی گشتم دنبال میکروفونی که هم پروفشنال باشه، صدای خوبی ضبط کنه، هم این داستان سیمبازی و از این ور به اون ور بکش رو نداشته باشه، تا اینکه این برند رو پیدا کردم. برند ماونو که یه برند چینیه، ولی نباید از روی کشورش قضاوتش کنید، چون که تو اروپا هم به شدت معروفه برای پادکستینگ. یکی از معروفترین شرکت‌های میکروفونه، تولید میکروفونه و قیمتش هم فوق‌العاده است نسبت به رقیبای خودش. بسیار با کیفیت. من قبلا هم ازش استفاده کردم، الانم این مدلش رو گرفتم. این مدل اسمش ماونوی P200W هستش. توی این ویدیو با هم دیگه آنباکسینگش میکنیم و بهتون توضیح میدم که چه جور میکروفونیه. یه چیزی راجع به این میکروفون که اونو خیلی خاص میکنه برای من اینه که حتی این از نسخه های سبکی که وجود داره، نسخه سبکی میگم منظورم نسخه هایی که به کارت صدا نیاز نداره و با USB مستقیما متصل میشه به تلفن یا کامپیوتر شما، ولی این یک مدل به خصوص که من خیلی گشتم تا پیداش کنم دیگه، حتی اون سیم و سیم کشی رو هم نداره و مثل همین میکروفون های رودی که یه دانگل مخصوص داره به تلفنتون وصل میشه، این هم مستقیما به تلفنتون وصل میشه و شما میتونین با یه دانگل بدون هیچ سیم و کثیف کاری راحت یه کیفیت خوب و یه ویدیوی پادکستی خوب بگیرین. و این تا 60 متر وایرلس میتونین ازش استفاده کنین، یعنی میتونین از این دانگلی که وصل میکنین به تلفنتون تا 60 متر فاصله بگیرین. حالا هیچ کس، من فکر نمی کنم با 60 متر فاصله پادکست بگیره، ولی یعنی این امکانو بهتون میده. جک 3.5 میلیمتری هم داره که همون جک هایی که ما هدفون های قدیمی رو به تلفن میخواستیم وصل کنیم، اون سوراخ است که الان دیگه تلفن های جدید ندارن. ولی چرا این میکروفون رو داره؟ چون هنوز دوربین ها روشون جک 3.5 میلیمتری هست، یعنی شما میتونید حتی با سیم به دوربینتون هم وصلش کنین. یه سافتور خیلی خوب و روون و یوزر فرندلی داره که میتونین تو سیستمتون هم تنظیم کنین هر چیزی که میخواین. وان تاچ میوت داره
شما میتونین که با یک تاچ میوت کنین. یه لایوی هستین، یه جایی هستین، یا کسی صدایی میده، یا صداتون میکنه، یا هر اتفاقی میفته، طبیعیه که نیاز دارین که میوت کنین و این خیلی امکان خوبی بهتون میده که خیلی راحت میوت کنین و آن میوت کنین ویدیوتون رو. به راحتی به کامپیوتر، به تلفن، به تبلت وصل میشه و بسیار با کیفیته. شما وقتی که اینو سفارش میدین میتونین حتی با لایتنینگ هم سفارشش بدین که نسخه های قدیمی تر از تایپ C برای آیفون های مدل قدیمی تر از 15 که لایتنینگ بود، یعنی تایپ C نبود، حتی میتونین از اون هم سفارش بدین با جعبش بیاد. من چیزی که خیلی پسندم این بود که یه دونه هدفون هم، حالا درسته که هدفون سیمیه و اونم جک 3.5 میلیمتریه، ولی به هم اونم هدیه فرستادن از خود شرکت. و بعد از این من ویدیوهایی که میگیرم امیدوارم که تو این صفحه هم برای شما هم به زبان فارسی بذارم، اگه براتون جالب باشه، با کیفیت خیلی بهتر از اینی که الان دارین میشنوین با رود خواهد بود. نظرتون چیه؟ آیا دوست دارین همچین میکروفون هایی رو، همچین صدایی رو دوست دارین شما هم پادکست بگیرین؟ نظرتون رو برای من تو کامنت بنویسین. اگه لایک کنین، اگه حمایت کنین، خیلی ازتون ممنون میشم. میتونم براتون تمام نسخه های تلفن های جدید، کامپیوترهای جدید با آنالیز دیتا، نه فقط توضیحش که هر کدوم چطور کار میکنه، براتون ویدیو بگیرم. قبل از نسخه جهانی، نسخه چینی رو میتونم براتون قبل از همه توضیح بدم. خوشحال میشم اگه حمایت کنین، سابسکرایب کنین، مواظب خودتون باشین. خداحافظ.